صبحتون بخیر. امروز برنامه صبحونه لب دریاه. دلم خواست یه روز بیام صبحونه لب دریا، ولی از خدا که پنهون نیست. از شما چه پنهون؟ هر روزم ساعت کوک میکردم ولی بیدار نمیشدم. انقدر یهو گرم شد دیگه نتونستم یه جا لب ساحل بشینم. گفتم بیام یکم تو سایه. هوا خیلی خوب شده ها، ولی هنوز در حدی نیستش که زیر نور مستقیم آفتاب بتونی روزا بشینی. به نظرم الان باید بریم دنبال قهوه بگردیم. فکر میکنم تنها کافه‌ای که الان باز باشه بتونم ازش قهوه بگیرم کافه زده، چون میدونم اون 7 صبح باز میکنه. بقیه کافه ها اینجا خیلی دیر باز میکنن، ساعت 8 و نیم 9. راستی امروز روز کیشه، واقعا خدا کنه باز باشه. الان قهوه میخواد. بله بازه. یه امریکانو 50. من احتمالاً بدترین آدمی هستم که میتونین در خصوص تجربه زندگی تو کیش و حرفاش گوش بدین. بخاطر اینکه من هیچ وقت تجربه مثبتی از زندگی توی کیش نداشتم. بدترین افسردگی دنیا رو من موقعی داشتم که تو کیش زندگی میکردم. من تقریباً 20 ساله که کیش زندگی میکنیم. الکی قشنگ 20 ساله اینجاییم و خندتون میگیره اگه بگم ما چجوری پامون به اینجا باز شد. 20 خورده سال پیش بابای من که برای کار اومده بود کیش، قرار بود که مثلا موقت اینجا باشه و مثلا اینجوری بود که یه ماه اونور بود، چند روز پیش ما بود. و تا اینکه یکی از اون دفعاتی که اومده بود کرج به ما سر بزنه، من کلاس اول دبستان بودم. بعد با مامانم و بابام می‌خواستیم بریم سر کوچه‌مون. تازه یه مغازه آیس پک فروشی باز شده بود، سر کوچه آیس پک بخوریم برگردیم. و تو همین مسیر کوتاه خونه تا سر کوچه ماشین نزنه. یه ماشینی از کنار ما رد شد و کیف مامان منو دزدید. انقدر سر اون قضیه ما هممون ترسیده بودیم. من خودم تا یه سن زیادی تو کوچه که راه میرفتم همش پشت سرمو نگاه میکردم، انقدر که وحشت بدی تو دلم انداخته بود. همون شد که من بابام گفت دیگه نمیتونم بذارم شما تنها اینجا بمونین. ظرف 6 ماه ما جمع کردیم و اومدیم کیش.
خلاصه سر یه دونه کیف قاپی ما الان 20 سال کیشیم. خودم به شخصه هیچ وقت تجربه خیلی خوبی از زندگی اینجا نداشتم، مخصوصا بعد از دبیرستان که واسه دانشگاه رفتم تهران. دیدم که چه دنیای بزرگی اونور وجود داره و چقدر متفاوته با جایی که من کل نوجوانی و بچگی ما توش گذروندم. دیگه حاضر نبودم برگردم اینجا. به این فکر میکردم اینجا موندن یعنی موندن تو یک محیط بسته، یعنی درجا زدن. یکی از علتایی هم که این مدت از خود کیش من اصلا هیچ ویدیویی نذاشتم برای این بود که من اینجا خیلی دوست و رفیق زیادی ندارم که بخوام باشون برم بیرون وقت بگذرونم و اینا، و به شدت دلم برای دوستای خودم که تهرانن تنگ شده. از همینجا بوس به کله همتون، خیلی دلتنگتونم. من کلا خیلی آدمیم که تنها میرم این ور اون ور و با تنها بیرون رفتن خیلی اوکیم، ولی اینجا وقتی میرم بیرون میبینم همه اکیپین و همه با دوست و رفیقاشونن، راستشو بخواین دلم میگیره. برای همین سعی میکنم تا جایی که میشه جاهای شلوغ و جور جاها نرم. برای همین خیلی هم نتونستم این مدت از زندگی توی کیش و جاهاش و اینا ویدیو بگیرم. یه رو دیگه هم کلاسم شروع میشه، برم دوچرخه رو بذارم خونه، آماده شم که برم کلاس. آخر حرفام اینم اضافه کنم که این تجربه شخصی من توی کیشه. واقعا روحیاتم با زندگی توی یک جزیره کوچیک نمیخونه. شاید به همین دلیله که فقط بدیاش به چشمم میاد و اصلا خوبیاشو نمیتونم ببینم. شاید برای خیلیای دیگه این متفاوت باشه و اینجا لذت بخش ترین مکان در ایران واسه زندگی باشه براشون. مثل خانواده من خانواده‌ام و خواهرم به هیچ عنوان حاضر نیستن برگردن تهران. عرض چند ثانیه سریع لباس عوض کردم اومدم. حالا این همه از بدیای کیش گفتم، خداییش بذار اینم بگم. دیگه 4-5 ساله که به طور دائم کرج زندگی میکنم. محل کارم هم همیشه تهران بوده، یعنی هر روز من از کرج میرفتم تهران، از تهران برمیگشتم کرج. و باید اعتراف کنم که این سری که اومدم کیش یه کوچولو وسوسه شدم که یه خورده بیشتر بمونم، به خاطر اینکه آرامش اینجا اصلا بدجوری این سری گرفتم. این در صورتیه که من همیشه از این آرامش اینجا فراری بودم یعنی همیشه دنبال شلوغی تهران، نمیدونم خیابوناش و اینا بودم، ولی این سری یه کوچولو دارم وسوسه میشم. ولی بازم که خیلی بهش فکر میکنم اینجوری هم که نه، اصلا راه نداره که اینجا بمونی. باشگاه دان چقدر حال داد. کلا قراره که باشه، یعنی فکر می‌کنم آدمایی هم که میرن به خاطر اینکه میرن که من خیلی الان معذبم حس. من آماده شدم برم بیرون، هم پیاده رویمو کرده باشم، هم یه سر گوش آب بدم ببینم جزیره چه خبره. اگه براتون سواله که من چرا تو شب دارم عینک آفتابی میزنم، یک به خاطر اینه که من عاشق عینک آفتابی رنگی ام، دو به خاطر اینه که به تیپم خیلی میاد، توش نارنجی داره. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. آیا میدونستین من یک سویفتی 2 آتیشه هستم؟ اگر شما هم میرفتین تفسیر تک تک لیریکای تیلور سویفت رو میخوندین، شما هم قطعا یک سویفتی میشد. این بشر واقعا هنرمنده. بیاین یه کوچولو هم کیشو تو شب بهتون نشون بدم. من رفتم کلی مرکز شهر قدم زدم، روز کیشم بود. اینم اون کافه است که صبح اومدم به مناسبت روز کیش دونات پارتی داشتن. اینم چراغونی خوشگل کیشه. و خب برای اونایی که کیش نیومدن باید بهتون بگم که اینجا میکاماله. زندگی توی کیش به قبل و بعد میکامال تقسیم میشه از نظر من، چون میکامال یه دفعه یه فضای متفاوتی بود، کلی کافه باحال، تفریحات مثلا جدید مثل اون تونل باده، تلکابین، پاتیناژ. ما حتی یه سینمای درست حسابی هم نداشتیم. این سینمای اولین سینمای مثلا شیک و پیک کیش بود. یه بار دیگه یادآوری میکنم که چرا از وقتی اومدم کیش ولاگ بیرون خونه کمتر میگیرم، به خاطر اینکه همین امشب که تنهایی رفتم تا میکامال و پیاده روی و اینا، همچون یک هاپوی کوچولو دلم گرفته.
خیلی دلم گرفت و دلم برای دوستام تنگ شده. هی به خودم یادآوری میکنم که تو تنها نیستی، فقط دوستات پیشت نیستن. تو تنها نیستی، فقط دوستات پیشت نیستن. من مرد تنهای شبم. حالا من گفتم واقعا جزو اون دسته از آدم ها حساب میشم که با تنهایی خودم خیلی حال میکنم. خب یه موقعی هم مثل امشب توی یه سری موقعیت ها آدم یه دفعه خیلی بهش فشار میاد. دلم بر دوستان خیلی تنگ شده، خیلی زیاد. الانم میخوام برم خونه برای خودم املت سبزیجات درست کنم، سر را باید فلفل دلمه و قارچ بگیرم. اینجا هم بازارش گلستان شرک صدف کیشه. خیلی به من وایب خونه میده، چون ما از قدیم همه خریدامونو میومدیم اینجا میکردیم و بعد هر ساعتی از شبانه روزم بیاین اینجا. خیلی شلوغ پلوغه، من دوست دارم. یه دونه امیر چاکلت هم اینجا هست که فکر کنم قدیمی ترین کافه جزیره باشه و دیگه چون بهم وایب خونه و اینا میداد راضی شدم بشینم یه لیوان قهوه اونجا بخورم. ممنونم که ویدیو رو تا آخرش دیدین. خیلی ممنونتر میشم اگه سابسکرایب کنین و لایک کنین. خدافظ.